خب اینک شروع میکنیم به درس نوبتی. خب چخیلی که شما دیده ایستاده در فرم انکای انیقترش 5 الیمنت نو، یعنی که دو دانه ناتپیس لیبل، دو دانه تکست باکس و یک دانه تکمچه پیدا شدن. هدف از علاوه نمودن این افضال ها در چیست؟ خب عموما هنگام ساختن، استفاده بردن و عموما داشتن معلومات ها در بعضی حالت ها ضرورت تغییر دادن ثبت ها به وجود می آید. مثلا وهابوف کورسی 3. خب شاید مورد می شود که این وهابوف رو به وهاب و یا اینکه 3 رو به 4 عموما تغییر دادن در کار، یعنی که باید تغییراتی که داخل می شود در تبلیس عموما ثبت شود. خب هدف یکمی ما این که وقتی که ما انتخاب میکنیم مثلا اسماتف پیدا شود در میدان مثلا فیا، این 4 پیدا شود در میدان مثلا کورس. خب بعدا کار رو دوام میدیم. با این مقصد چی کار میکنیم؟ اول انتخاب میکنیم. خب اول دقت میدیم که این میدان نامش چی است. میگیریم نامش بود است پول فیو، یعنی که این رو من معین کردم. پول کورس بود است پول کورس. خب انتخاب میکنیم این افصال اداره کننده رو تو منشه راستی ماش رو پخش میکنیم ابرابات که ثبیتی. خب پروگرام. خب دقت دید پول ساسپیس کم در نمود یعنی که در ثبیت کلیک، این ثبیت با ما لازم نیست. خب ما ثبیت افت اپدیت رو استفاده میبریم. با این مقصد چی کار میکنیم؟ یعنی که در اینجا هیچ یگان چی را تغییر نمیدیم، فقط میگیریم می پول فیا برابر شود به چی؟ ارسته تاشکه نه ارسته تاشکه نه با بس یعنی که پولیس اسپیس کم کار کرده ایستادیم. میگیریم می توچکا پولیس اسپیس کم 10 توچکا کلوم 1 کلوم 1 یعنی که این فامیلیا و میگیم که می پول کورس برابر شود به می یعنی که ابیکت جاری اون پول اساس کم 10 اینجا خب کاما کلوم 0. خب باید میگذاریم به فرم و فرم در رژیم خود فرم انتخاب نموده میسنجیم. امینوف یعنی که کورس 1. خب میبینیم امینوف کورس 2 یعنی که ما به خطاوی راه دادیم به جای 2 یعنی که به ما چی اومد 1. مثلا اگر ما انتخاب کنیم اسماتف میشود 9. خب اسماتف نه. شما دقت دید به جای مثلا کورس ما کد رو گرفته استادیم. برای چی؟ برای اون که پولیس اسپیس کم ستون 0 ماش یعنی ستون 1 ماش این بود کد. برای ما کد نه، برای ما بلکه کورس لازم است. با این مقصد چی کار میکنیم؟ ما هنگامی که مثلا انتخاب میکنیم فامیلی رو، خب فامیلی بخشیده شد در داخل این. خب سیکل میکشیم فور ای یا اینکه جی برابر از 1 تا ارسته تاشکه رکورد کانت. ارسته ما همون تبلیس نکست جی. خاطر رسم میکنم که این کمتر مشکل است و با دیگر راه های آسانتر حل نمودنش این الکی وظیفه شما می شود. شما بعد از آن که چگونگی این کار رو میفهمید و میتوانید این کار را کمی کوتاه‌تر کنید.
خب بعد از این قدم مثلا فامیلیا برابر می شود مثلا با ارسته. خب من همین شرط رو میگیرم، چی کار میکنم؟ and if اگر برابر باشد آنگاه می پولی کورس برابر شود با ارسته точка fields کورس. بعدا exit for. خب میگیریم کورس یک امین اف دو، امین اف کورس دو، مثلا اومد اف کورس یک، اومد اف کورس یک، مثلا میگیریم وهاب اف کورس سه، وهاب اف کورس سه. شما دقت دهید. خب از اینا برای ما لازم نیستند، این چی نیست برای ما لازم نیست. خب اول من در تبلیس جستجو کردم، چی را جستجو کردم؟ ثبت فامیلی که با پولیس اسپیسکم برابر است، البته ستون دویمش که نال ستون دویم، اما از روی رقم گذاری ستون یک میشه، نه اینکه نولم ستون و یکم ستون. خب بعدا وقتی که من یعنی که ارسته در تبلیغ همان ثبت را یافتم و برابر نمودم همان ستون یکم را با ستون یکم پولیس اسپیسکم را با پولیفیا. خب در اینجا برای خاطر آسانی کار ما میتوانیم چیکار کنیم؟ مثلا این قیمت ها رو مثلا غیر فعال کردم. خب کد بینم باید که مثلا میگیریم امین اف کورس دو یا اینکه شایف کورس 4. خب شایف کورس 4. خب شما دقت دهید، الکی با یک برای یک اجرای مثلا یک وظیفه شما میتوانید یک چند سطر رو زیاد نویسید یا اینکه میتوانید یک چند سطر رو اختصار کنید. فقط در بالای این کار بردن در کار و کمی فکر کردن در کار. خب شما دقت دید، وقتی که همین فامیلیا برابر می شود به ضرب پیسی همین فامیلیا، ما همانو پول کورسی همون سابس رو میگیریم. مثلا میبینیم فاکولته ما آمدیم به ضرب پیسی سولیف. خب به ضرب پیسی سولیف برابر می ها الکی ارسته ما ضرب پیسی ما در سیم ثبت قرار دارد و میگویم همین پول کورس با ارسته فیلز، یعنی که با ستون کورس برابر شود. ستون کورس فیلز این سولیف باشد اگر کورس یک. خب برای این ما کد را کمی باشد هم اختصار کرده.